درباره از او کسایی که جادو منه، درباره از او ملایویی که جادو منه، خدا نخواسته دیگه ملایو دلش ناراض نشنه. چرا که امروز هر کس که کاری غلط منه، ولو اگرچه خودش مفهمید که اکثریت مردم بینمازه، یک ملا که دبله منبر میشه در پیش روی بینمازه هر چی کس دلش میشه بینماز رو میگه، مگر یک بینماز خلافش اقدام نمونه. اکثرا مردم روزخوره، اما یک ملا که دبله منبر میشه روزخورا را تمام محکوم مونه، یک روزخور در رویش اقدام نمونه. ابی رقم دیگه مردم هم حق داره که یک ملای جادوگر رکب بزنه، چرا که ناحق از امر خدا دور تجاوز کده. هر کس که از امر خدا تجاوز کنه، ولو خودی مجتهد باشد، ملا باشد، قام باشد، سید باشد، امروز کس حق داره که خلاف از او گپ بزنه و خلاف از او بگه. از این خاطر من نگفتم که دیگه ملا رو گفته باشم، ملای جادوگر رو گفتم. ملای جادوگر خود چی بفهمه این کار را خاطر خدا و پیغمبر خاطر کتابای خیلک نه، اما خسر مادرایی که دامت خور جادو منه خاطر خدا خوب بفهمه که یک بچه را آدم مایه از تفلی تا گواره میره گور رو امید امزویه امور برده دایی حال گرفتار نکنه، از خانهش دور نکنه، از ایکش دور نکنه. ایر از خواهران خواهش منو ایر برای ازی گفتم که دلالت شنه دیگه ای کارار نکنه، ای کارا بده، در قوم تاوانه، در مذهب تاوانه، در اسلام تاوانه، در بشریت تاوانسته. از این خاطر یعنی چند گپ ما گفتم از تمام خواهش منم که ناراضی از بین دور انشاءالله تعالی. خواندنش از اولش تا آخرش آغاز کرد. دید نامی با کلو فرزند و دخترهای او، خانه خانه از الف و ب و ت تا یای او. درج کاغذ کرده است با همراه می خصوصا، هر کدامش یک به یک پیچیده در بین کفن. بسته دیگر بدید و موی سر انگوشت بود، رنگ مویش زرد از موی دیگر درشت بود. موی را در خانه آوردن، زنها آمدن، مرد و زن از هر طرف باری تماشا آمدن. 5 تار از موی زرد بگذاشت زنها در میان، هر کدام این موی را از یک چیز میکردن گمان. یک نفر گفت موی آدم صاحبش نامعلوم است، دیگرش گفتن شناختم موی ریشی آخون است. آخونش را میشناسم، خانهش دارم خبر، نام او مشهور باشد نام ملا جادوگر. موی او زرد است، رنگ و صورتش شکلی بلاست، خانه خانه مرد و زن از دست جادوی اشتباست. دامدی بدبخت از این کارها خبر بشد، خبر از تاییز و جادوی خسر مادر بشد. از برای مادری خود بعد از آن ارمان نمود، یاد از مرگش نمود و روز و شب گریان نمود. گاهی میزد از غضب دو دست خود بر روی خود، گاهی بر سر میزد و میکن از سرموی خود. مثل باران آبها میریخت از چشمان او، خانهش غمخانه شد از ناله و گریان او. یک شبی اقوام خود را جمع کردن سر به سر، تا نماید فکرها از بهر ملا جادوگر. پیش قومی با کلش از درد دل گریان نمود، هرچی بر سر از گذشته قصهش پاشان نمود. قومشان یک دل شد و بعد از صلاح و مشورت، چوبه ها بگرفت آمد سوی ملای غلط. شب بیامد چند نفر استاده شد در پشت در، تک تکی دروازه را بشنید و آخون شد بدر. گفت آخون را بیا یک عرض دارم پیش تو، جان من قربانی این امامه و این ریش تو. چند نفر یک جا نمود اطراف آخون را قبل، 2 نفر مضبوط آخون را گرفتی در بغل. همراه امامه و چشم و رویش بسته کرد، شور و شر اصلا نکردن کارشان آیسته کرد. بین دبه سوزکی بردو ورا اغوا نمود، بین یک تاریک خانه برد چشمش وا نمود. جادویش امرای ریش او به پیش او گذاشت، گفت این خط و قلم این ریش و جادوی شماست. چوب بر دست آمدن از هر طرف بستند و صف، بر سر و پاهای آخون میزدن از هر طرف. بعد از آن بنمود ریش و موی آخون را تراش، سرخی و پودر بیاوردن گفت آرام باش. ارد و قاشش را بچندن پاک کرد از روی خشم، سرخی بر لبهایشان مالید و سبزی پشت چشم. بعد از آن پرسید گفت ای ظلم کاری جادوگر، توز ایوان پستری این کار نبود از بشر. نزدشان با کل بیامد با 2 چشمانی پراب، گفت گناهی من چی بوده یا خونی خانه خراب. گفت بچه ما چند سال از نزد ما بیگانه شد، مادرش گشتن مریض از بهر او دیوانه شد.
روز مردن مادری او روی فرزندش ندید، چشم پوشانید از فرزند خود شد ناامید. زن ما از دست تو از عالم دنیا برفت، بین قبر و گور تنگش یک و تنها برفت. خون تو را من بنوشم درد دیلم کم شود، خانه تو مثل من پرناله و ماتم شود. دید آخون درد دیل و گریه های مرد و زن، گوت لعنت بر من و بر عقل و کار و بار من. بیگناه پیر و جوانت را اذیت کرده ایم، پیش آچل خیش را خری قیامت کرده ایم. گر ببخشی جرم ما را خاندانت از کرم، بار جادو من دیگر اصلا نمیگیرم قلم. کافر مطلق بودم حالا مسلمان میشوم، بعد از این از کرده های خود پشیمان میشوم. گر زنی ناحق بیاید پیش من باری دیگر، من جوابش را بگویم گم شو ای دختر خر.